در دل کوهستانی که نقشه ها فراموشش کردند، پیرزنی زندگی میکرد که نه نفس میکشید نه میمرد. میگفتند زمان از او میترسد، چون هر کس به چشمان سرخش نگاه کند گذشته‌اش را فراموش میکند و آینده‌اش را میبیند، اما با بهایی سنگین. روزی جوانی جسور برای یافتن حقیقت به کلبه تاریک پیرزن رفت. پیرزن گفت اگر جرأت داری به چشمانم نگاه کن، اما بدان آنچه میبینی تو را از خودت جدا خواهد کرد. جوان نگاه کرد و همان لحظه صدای خنده‌ای از اعماق وجودش برخاست، خنده‌ای که از او نبود. از آن روز جوان در شهر پرسه میزند، با چشمانی سرخ و لبخندی که هیچ کس نمیفهمد از کجاست. فقط شبها وقتی ماه کامل است زیر لب زمزمه می کند من دیدم و حالا دیگر نیستم. من دیدم و حالا دیگر نیستم.